در روزگاران قدیم در شهری کهن مردی بود کارش دباغی بود و در میان بوی تند پوست و چرم میزیست. روزی پای به بازار عطر فروشان نهاد، بازاری که هر نسیمش گویی پیامی از بهشت داشت. اما این عطر خوش بر او آتشی بود. سرگیجه‌ای آمد و در آن میان بوی عنبر و گلاب بیهوش بر زمین افتاد. مردمان به نیکی گلاب بر رویش زدند، اما دباغ از هر بوی خوشی حالش وخیمتر میشد، تا که برادرش رسید و سر عادت او دانست. به حکم معرفت نه گلاب که مقداری مدفوع حیوان زیر دماغ او گرفت و در دم آن دباغ به هوش آمد و برخاست. و این است داستان کسانی که ناگهان در دریای ثروت غرق میشوند، بوی خوش آرامش را پس میزنند. آنها برای به هوش آمدن ناچارند بوی گند کمبود و تظاهر را دوباره استشمام کنند. ثروت ظاهر انسانها را عوض میکند، اما عادت درونیه آدم را عوض نمی کند.